تا حالا فکر کردید که چرا ریزش مو انقدر داره جوانها رو هم درگیر میکنه؟ طبق آمار بیشتر از 60% مردا و 40% خانومها در طول زندگیشون ریزش موی شدید رو تجربه میکنن. ریزش مو فقط یک مسئله ظاهری نیستش. اعتماد به نفس، تصویر ذهنی که از خودمون داریم و حتی روابط اجتماعی ما رو هم تحت تاثیر قرار میده. شاید شما هم هر بار که به حمام میرید یا وقتی که به بالشتون نگاه میکنید با دیدن موهای ریخته شده به خودتون میگید که نکنه دیگه راهی نمونده. اما صبر کنید. خبر خوب اینه که هیچ مشکلی بدون راه حل نیستش و ریزش مو هم درمان داره. اون هم درمانهای واقعی، علمی و ثابت شده. امروز قراره در این ویدیو 7 از قوی ترین منابع برای درمان ریزش مو رو با هم بررسی کنیم و نکته مهم اینجا هستش که منبع شماره 1 قوی ترین و مؤثرترین داروی ثابت شده ی حال حاضر در دنیا هستش. دارویی که نتایجش هم علمی ثابت شده و هم میلیون ها نفر ازش جواب گرفتن. پس اگه موهاتون براتون مهمه و نمیخواید که دیر بشه حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی این منابع فوق‌العاده قدرتمند، ممنون میشم که برای حمایت از ما و کانالمون حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین و توی کامنت ها برامون بنویسید که از کجا همراه ما هستید. خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو بدونیم. بریم با هم دیگه شروع کنیم. خب دوستان، بریم سراغ منبع شماره 7، ماساژ پوست سر همراه با روغن رزماری. شاید ساده به نظر بیاد، اما این منبع یکی از قوی ترین روش های طبیعی ثابت شده برای کاهش ریزش مو هستش. طبق یک مطالعه علمی معتبر، روغن رزماری بعد از 6 ماه اثرگذاری عملکردی تقریباً مشابه به ماینوکسیدیل 2% داره. با این تفاوت مهم که خارش شدید، ریزش موی اولیه و وابستگی دارویی نداره. حالا چرا رزماری انقدر مؤثر هستش؟ باعث افزایش جریان خون در پوست سر میشه، باعث تقویت فولیکول‌های ضعیف مو میشه و باعث کاهش التهاب پوست سر میشه و همچنین کمک میکنه به ضخیم‌تر شدن موها. اما یه نکته خیلی مهم، رزماری به تنهایی معجزه نمیکنه. اثر اصلیش زمانی مشاهده میشه که مداوم ازش استفاده بشه و همراه باشه با ماساژ اصولی پوست سر. حداقل 3 تا 6 ماه باید زمان بذارید و صبر کنید. روش استفاده درستش که خیلی مهم هست به این صورته که شما میتونید 3 تا 5 قطره روغن رزماری رو همراه با روغن حامل مثل روغن نارگیل یا روغن جوجوبا ترکیب کنید و هفته‌ای 3 تا 4 بار حداقل 5 دقیقه ماساژ پوست سر رو انجام بدید و اجازه بدید که 1 تا 2 ساعت روی پوست سرتون بمونه و بعد بشورید. بریم سراغ منبع شماره 6، آب پیاز. میدونم شاید خنده‌دار به نظر برسه یا عجیب به نظر برسه، اما از نظر علمی آب پیاز یکی از قوی ترین درمان‌های طبیعی ریزش مو هستش. خب حالا چرا آب پیاز؟ جواب میده. پیاز سرشار از گوگرد طبیعی هست که برای ساخت کراتین مو ضروریه. آنتی اکسیدان داره، ترکیبات ضد التهاب داره. این یعنی تقویت ریشه مو، افزایش جریان خون پوست سر و کمک به رشد مجدد موها. در یک مطالعه‌ای که انجام شد نشون داده شد که افرادی که 2 بار در هفته از آب پیاز استفاده کردن بعد از چند هفته رشد مجدد مو رو تجربه کردن. خب حالا روش استفادهش خیلی ساده هسته. شما میتونید پیاز رو رنده کنید، آبش رو بگیرید و آبش رو به پوست سرتون بزنید. اجازه بدید که 20 تا 30 دقیقه روی پوست سرتون بمونه و بعد با یه شامپوی ملایم پوست سرتون رو بشورید. هفته‌ای 2 بار استفاده کنید و حداقل 1 تا 2 ماه زمان بدید. حالا مناسب چه کسایی هستش؟ افرادی که ریزش موی سکه‌ای دارن یا ریزش موی شدید و ناگهانی دارن و کسایی که دنبال یک درمان خونگی واقعی هستن. برای افرادی که ریزش موشون به صورت ارثی هست به تنهایی کافی نیستش. خب حالا مشکل اصلیش همون بوی پیازه. یه راه حل دارم، بعدش که حالا شامپو بزنید این بو
برطرف میشه، یا میتونید چند قطره آب لیمو یا گلاب بهش اضافه کنید تا بوش مقدار ملایم تر بشه. پس آب پیاز یک منبع طبیعی، ارزون و علمی تر از چیزی هستش که شما فکر میکنید. بریم سراغ منبع بعدی، آلوئه ورا. ببینید ترکیبات مهمی که داخل آلوئه ورا قرار گرفته آلوئین و آلوپروتئین ها هستند که ضد التهاب و ترمیم کننده پوستن. آنزیم ها و ویتامین هایی مثل ویتامین آ، سی، ویتامین ای و ویتامین B12 داره که میاد فولیکول های مو رو تغذیه میکنه و مواد معدنی مثل روی، منیزیم و کلسیم داره که میاد رشد موهای شما رو تقویت میکنه. این ترکیبات باعث میشن که فولیکول های مو قوی تر بشن، خارش و التهاب پوست سر کمتر بشه، شوره و پوسته های ریزی که حالا در پوست سر وجود داره کمتر بشن. یک مطالعه علمی که حالا انجام شد نشون داد افرادی که هفته‌ای 3 بار از ژل آلوئه ورا استفاده کردن، شوره موهاشون تا 40% کمتر شد، موهاشون نرمتر و درخشانتر شد و فولیکول های موشون سالمتر باقی موندن. حالا روش استفاده پیشنهادی که براتون دارم این هستش که میتونید برگ تازه آلوئه ورا رو برش بزنید و ژل داخلش رو خارج کنید و بعد به پوست سرتون بزنید و اجازه بدید که 30 تا 45 دقیقه روی پوستتون باقی بمونه و بعد با آب ولرم بشوریدش. هفته‌ای 2 تا 3 بار تکرار کنید. یه نکته مهم، اگر پوستتون حساسه قبل از زدن کامل ژل آلوئه ورا روی پوست سرتون یه مقدار کوچیکش رو تست کنید و میتونید چند قطره روغن رزماری یا روغن نارگیل رو به ژل آلوئه ورا اضافه کنید تا اثر تقویتیش بیشتر بشه. خب آلوئه ورا یک منبع طبیعی و امن هست که میتونه پوست سر شما رو سالم نگه داره، شوره و خارش پوست رو کمتر کنه و فولیکول های مو رو تغذیه کنه و وقتی با منابع دیگه‌ای مثل روغن رزماری ترکیب بشه اثرش چند برابر میشه. بریم سراغ منبع شماره 4، روغن تخم کدو. روغن تخم کدو سرشار از روی و اسیدهای چرب سالم هست، کمک میکنه DHT که عامل اصلی ریزش موی ارثی هست مهار بشه. پس افرادی که ریزش موی ارثی دارن، روغن تخم کدو یکی از بهترین گزینه برای این افراد هستش. فولیکول های مو رو تغذیه میکنه و باعث ضخیم شدن موها میشه و از التهاب پوست سر هم جلوگیری میکنه. ببینید یه تحقیق 24 هفته‌ای روی آقایون با ریزش موی ارثی که حالا داشتن انجام شد و نشون داد که مصرف روزانه روغن تخم کدو باعث افزایش تعداد موها، باعث ضخیم‌تر شدن موها و کاهش ریزش مو میشه. روش مصرف به این صورت هستش که شما میتونید کپسول روغن تخم کدو یا روغن خوراکی طبیعیش رو استفاده کنید و حداقل 3 تا 6 ماه برای اینکه اثر واقعیش رو مشاهده کنید باید ازش استفاده کنید. بریم سراغ منبع شماره 3، تخم شنبلیله. تخم شنبلیله سرشار از پروتئین هست، سرشار از آنتی اکسیدان و ویتامینه و کاهش دهنده التهاب پوست سره، کمک میکنه که فولیکول های مو قوی تر بشن و مو ضخیم تر رشد کنه. مطالعات نشون دادن افرادی که تخم شنبلیله رو استفاده کردن ریزش موشون کمتر شد، موهاشون ضخیم تر و براق‌تر شد و فولیکول های موشون سالم تر باقی موندن. روش مصرف هم خیلی ساده هست. میتونید به صورت خیس شده و به صورت ماسک مو ازش استفاده کنید. 2 تا 3 قاشق تخم شنبلیله رو میتونید شب قبل در آب خیس کنید و صبح که بیدار شدید این خمیری که درست شده رو روی پوست سرتون بزنید و اجازه بدید که 30 تا 45 دقیقه روی پوستتون بمونه و بعد با آب ولرم بشوریدش. میتونید به صورت خوراکی هم ازش استفاده کنید، حالا از کپسولش یا خود پودر تخم شنبلیله میتونید استفاده کنید. حداقل 3 تا 4 هفته بعد به صورت مداوم ازش استفاده کنید تا اثرات اولیه‌اش دیده بشه و بعد از 2 تا 3 ماه نتایج واقعی مشخص میشن. بریم سراغ منبع شماره 2، چای سبز. خب چرا انتخابش کردیم؟ چون که چای سبز ضد ریزش مو و تقویت کننده فولیکول های مو هستش. سرشار از آنتی اکسیدان و کاتچین ها هست که جلوی آسیب به مو و آسیب به فولیکول های مو رو میگیرن. طبیعی، در دسترس و راحت،
پیدا میشه. باعث کاهش ریزش مو میشه، باعث افزایش گردش خون در پوست سر میشه، موها رو ضخیم‌تر و سالم‌تر میکنه، التهاب پوست سر رو هم کاهش میده. مصرف منظم چای سبز یا استفاده موضعی عصاره چای سبز باعث کاهش ریزش مو و افزایش رشد موها میشه. روش مصرف به این صورت هست که میتونید به صورت خوراکی ازش استفاده کنید و روزانه 1 تا 2 فنجان چای سبز دم کرده مصرف کنید. به صورت موضعی هم میتونید ازش استفاده کنید. چای سبز دم کرده ای که حالا سرد شده رو میتونید روی پوست سرتون بذارید و 15 تا 20 دقیقه اجازه بدید که بمونه و بعد با آب ولرم بشورید و هفته‌ای 2 تا 3 بار ازش استفاده کنید. بریم سراغ منبع شماره 1 ماینوکسیدیل. ببینید قوی ترین منبع ما ماینوکسیدیل هستش. تنها داروی ثابت شده و مورد تایید تحقیقات علمی برای رشد مجدد موها. اثرش روی ریزش موی ارثی و کمپشتی مو کاملا ثابت شده هستش. باعث ضخیم شدن موها و افزایش تراکم مو میشه. نحوه عملکرد به این صورت هستش که جریان خون پوست سر رو زیاد میکنه، فولیکول های ضعیف مو رو تحریک میکنه، فاز رشد مو رو طولانی تر میکنه و موهای نازک رو ضخیم تر میکنه. بعد از 3 تا 4 ماه اثر اولیش دیده میشه. بعد از 6 تا 12 ماه نتیجه کامل مشخص میشه. روش مصرف به این صورت هستش که شما میتونید از محلول 2% یا 5%ش که معمولا برای آقایون محلول 5% بهتر هست میتونید استفاده کنید. روزانه 1 تا 2 بار میتونید روی پوست سرتون بزنید و ماساژ بدید پوست سرتون رو تا کاملا جذب پوستتون بشه. یه نکته مهم، استمرار کلید اصلی نتیجه گرفتن هستش. اگه ازش استفاده کنید بعد دیگه ازش استفاده نکنید، این باعث میشه که موهای جدیدی که دوباره رشد کردن هم بریزن. پس مناسب برای افرادی هست که ریزش موی ارثی دارن، کمپشتی جلوی سر یا فرق سر دارن و کسایی که دنبال نتیجه سریع و علمی هستن. برای خانم‌های باردار یا حساس به دارو هم ممنوع هستش. پس ماینوکسیدیل قوی ترین درمان ثابت شده هست، علمی هست و بهترین انتخاب برای رشد مجدد موها هستش. خب دوستان، این هم 7 منبع قوی برای درمان ریزش مو که باهاشون میتونید موهاتون رو تقویت کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما توی کامنت ها عدد 1 رو ارسال کنید. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. توی کامنت ها برامون بنویسید که شما از کجا همراه ما هستید. خیلی خوشحال میشیم بدونیم که مخاطبمون از کجا همراه ما هست و نظرش راجع به این ویدیو چی بوده. یادتون باشه که تداوم و صبر کلید اصلی نتیجه گرفتن هست. پس شروع کنید، صبور باشید و مراقب موهاتون باشید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.